خدا رحمتی پدرم بسیار مسافر خوب بود. وقتی که مادرم نونپزی میگرفت میگفت میومد میگفت که کمپریات تزکا اون کن. بعد تزکا میکردیم اینم پری میخورد رحمتی بگید اختراع بگید صدقه بگونم صدقه هم سویون نه تزکا بری پری اینه بچه جون اینه که ترگی تزکا اینم پریه اینم پری تر میکنیم اینها بگیریم بخوریم خوش شما بیانیدم بگیرین ای تزکاوی مو ایمینه توی چیکاگی مو بی شگرونه صد بار اینه اردوی تلکاگی ما دیدی؟ خیلی دیگه صد بار خیلی انبار داری په گندمی با بسیار با مزه تزه میکنیم بکنیم عجایب بلازت بگیریم همین نونی گندمی قطع شکر و تیزگو همه ده طولای دگونم یک تا گرفتن که ما 3 بار گرفتیم اگر خاله گلشن با همسایه زنان تیزابه را در لب چکدان آماده کردند، گروه دیگر قروتا با فطیر سنگک را که بیشتر در فصل تیر ماه و زمستان استعمال میکنند تیار می نمایند. بعد از بستن سنگک فطیر آن را گرم در طبق کلان ریزه کردند و دسته جمانه به آماده کردن قروتابی ملی پرداختند. بای لذت دیگه خب بای قشلق با دیگه او شرده میکنن و مزه نداره آردش میکنم چیش میکنن او را چکر تاز همی میگیریم خلطه دا میریزیم ای چیمونو چکر میشه دیگه یکم چیزش نمیکنم تازش گویا که همی هست مزه قرو دیگه او چکر دیگه چی؟ چکر قد دیگه مزه قرو دیگه پیشتر رو اول جفت نهی تخم بده چی بود میخردن سری قروتاشونه و نوشونه میگرفتن گواشونه و جفت میرفتن با باماشونه با تیار میکردن این هم بیا شد ما بایی پر کرد است همین این هم تری با بای رمان فتیخندیش در پشتش میبست جفت رویش میکرد گواش هم میگرفت جفت میکرد ما با همین رکوتمون هم را دیدیم قولبرانی دیدیم جفت چیرانی دیدیم هم ایکورن درو درده با دوست میرسیم درو میکردیم بچه ما و سبوی اویم دور میکیم فرزندمون هم فهمیدن زنگ میزنن که خیلی تئوریتون ببینین که ماده هستیم خبر پیشو که قروتان کاف میزنیم همین خیلی که نمی گونه کرد کاف میزنیم میگیریم در یک جوگه میسته این هیچ وایرون نمیشوه با داخل هیچ نمیشوه و در وایمو بو میگیریم تیار و خی چیزی که باشه میکنیم همشه خاک زیبی میگم این زمستون همه قروتو وای زیبی زمستون ما فطیری سنگکی میکنیم تری بیروغان میکنیم رنگی هم دورای بی بابا میموریم بعد میریزیم بعد دیره قروتو میگن اولی را ما کف دایسون کف بزنم اور در طبق میریزم و کف میزنیم بعد یک تیره میریزیم گشته در درون همی آبی همی میریزیم روغن هم میریزیم بعد پیازه بلوش میکنیم یک خیلودم میکنم یک ما قروتوی همی توزکی خدیومون ما روغن هم میریزیم بعد پیازه را بلودم میبونیم ای بلوش میریزیم بعد او را میگن که قروتوی توزکی قروتوی همی بی بابا